خب خدمتتون عرض کنم در خدمت جناب آقای شادابیان عزیز هستیم تا در مورد اتفاق جالبی که توی کنفدراسیون فوتبال آسیا افتاده با ایشون صحبت کنیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بفرمایید جناب شادابیان. بنده سلام میگم به شما بیننده‌های برنامه. حتما منظور شما قادرشون از اتفاق جالب انتخابم به عنوان بهترین اداره بوق فوتبال آسیا است. بله. منظور من اون نبودش، ولی خوشو گفتید فقط یادم اومدش. خیلی جالبه. چی شد که ما در واقع به عنوان بهترین اداره بوق شناخته شدیم تو فوتبال آسیا؟ بله خب البته یه اشتباه تایپی بودش، ولی گفتن که چیزی زمونش نگیم صداشو در نیاریم. برای همینم که مترجم نبردین دیگه. نه ولی البته اگه از قبل ما میگفته حتما من مترجم میبردم، بچه برادرم میبردم که واقعا عین بلبل مترجمه میکنه این بچه. نمیدونم بله اینجا من نمیدونم اگه ما کنن نمیخوام بگم بچه داشتونه دیگه تو اداره بوق آورده مترجم کردین که بله بردمش مارمولکیه برای خودش، انقدر خوب مترجمه میکنه. مانجا اومده اینجا همینجاست. مانجا بیا. همونجا یا آهنگ واسه عمو قادر بخون انگلیسی. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. آفرین برو جالب بود. یه موقعی اتفاقاتی گفتم میخوام سرمو بکنم به این میز دیگه. جناب شادابیان من نمیدونم چجوری واقعا فکر نمی‌کنی که با چه زبونی شما صحبت کردید؟ چی بود؟ انگلیسی صحبت کردم قادر جان دیگه، همه دیدم اونجا، همه کیف کردن از انگلیسی که دیگه همه انگلیسی نبود دیگه. انگلیسی فیلمتون رو داریم آقای شادابیان. ببینید اتفاقا یه نسخه شما من ندیدم این فیلمو، خیلی جالبه. ما فیلمو ببینیم، همکاران اگه ممکنه فیلمو پخش کنن. Ladies and gentlemen, and now here is the chef of best Federation Football of Asia, Mr. Shadabian. Thank you very much. I hear hand, that's. For the second time, and receive this award for my country football federation. Matches may end up with good or bad results, but such a reward proves that we are on the right track to a better future. I would like to thank all members of Iran football community for their contribution. Thank you all. Thank you everyone.